به نام آن که دل کاشانه اوست. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود بی پایان نثار یکایک شما دانش آموزان گرامی، هواداران زبانهای خارجی. درس 19 است از سلسله درس‌های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1. خب در این کتاب موضوع درسی گذشته درباره have got و has got بود. در این درس تصمیم داریم درباره فعل can به شما معرفی کنیم، یعنی هر فعل can را برای شما شناس کنیم. خب can معنایش در زبان تاجیکی یعنی توانستن. can در زبان تاجیکی یعنی توانستن. توانستن، قادر بودن، یک چیز را از عهده‌اش برآمدن. مثلا در اینجا به رسم یک نگاه کنیم. میگوید Hello Corky, I'm Danny and I can talk. میگوید سلام کورکی، من دنی هستم و من صحبت کرده میتوانم، گپ زده میتوانم. و توتی در تعجب میآید، میگوید Can you walk? Can you walk؟ یعنی آیا تو راه رفته میتوانی؟ راه گشته میتوانی؟ در رسم دو نگاه کنیم. میگوید Yes, I can walk and I can jump. walk یعنی راه رفتن، راه گشتن، قدم زدن. jump پریدن یعنی از جا پریدن. jump یعنی yes I can walk and I can jump. look میگه بله من هم راه رفتن میتوانم، یعنی هم قدم زدن میتوانم، هم پریدن میتوانم. نگاه کن. look یعنی نگاه کن. و توتی باز تعجبش زیاد میشود و میگه yes but you can't dance. But you can't dance. بله اما تو رقص کردن نمیتوانی. But یعنی اما لیکن. You can't نمیتوانی، نتوانستن. You can't dance تو رقص کردن نمیتوانی. و رسم سه رو نگاه کنیم. میگه oh yes I can look. میگه بله من میتوانم. نگاه کن. وقتی که یعنی این زوی این را به بالا هوا میدهد گویا که رقص دارد و الکی از تیرزه به بیرون میرود و زوی میگوید آه نه، یعنی نه، وای، یعنی خیلی که در زبان تاجیکی است یعنی آه نه. و توتی در جواب میگوید یعنی Danny can fly too. Danny can fly too. Danny can fly too. میگوید که دنی پرواز کرده هم میتونست است. تو یعنی همچنین، نیز یعنی پرواز کرده نیز میتوانست است. پرواز کرده هم میتوانست است. خب قاعده میگیریم. گراماتیکا یعنی پوزیتیو مثبت، نگاتیو منفی، questions سوال، short answers جواب. Yes I can talk. من گپ زده میتوانم. You can jump. تو پریده میتوانی. He can jump. وی پریده میتواند. She can jump. وی پریده میتواند. It can fly. وی پرواز کرده میتواند. We can talk. ما گپ زده میتوانیم. They can talk. اونها گپ زده میتوانند. خب جمله انکاری یعنی منفی. I cannot talk یعنی cannot شکلی پر است و can't شکلی مختصر. مثلا میگه I cannot talk، میشود این خیلی بگیم و میشود I can't talk یعنی من گپ زدن نمیتوانم. You can't talk. تو گپ زدن نمیتوانی. He can't talk. وی گپ زدن نمیتواند. She can't jump. وی پریدن نمیتواند. It can't fly. وی پرواز کردن نمیتواند. We can't fly. ما پرواز کردن نمیتوانیم. They can't fly. آنها پرواز کردن نمیتوانند. خب میگذاریم با جمله سوالی. خیلی ما سوال میکنیم از نفر یا از گروه چند نفره
که آیا شما این کار را میتوانید یا نمیتوانید. Can I talk؟ آیا من گپ زدن میتوانم؟ Can you talk؟ آیا تو گپ زدن میتوانی؟ Can he jump؟ آیا وی پریده میتواند؟ Can she jump؟ آیا وی پریده میتواند؟ پریده یعنی از جا پریده. Can it fly؟ آیا وی پرواز کرده میتواند؟ Can we fly؟ آیا ما پرواز کرده میتوانیم؟ Can they fly؟ آیا آنها پرواز کرده میتوانند؟ جمله های سوالی. میگذاریم با جمله های جوابی یعنی short answers، جواب های کوتاه. Yes I can، بله من میتوانم. Yes you can، بله تو میتوانی. No he can't، بله نه وی نمیتواند. No she can't، نه وی نمیتواند. No it can't، نه وی نمیتواند. No we can، no we can't، نه ما نمیتوانیم. Yes they can، بله اونها میتوانند. یعنی با جمله نگاه میکنیم. اگر جمله جوابمون نه باشد با no شروع میکنیم و یکی از این جانشین ها رو میگیریم و can't میگیریم. مثلا no I can't، no we can't، no she can't. مثلا yes I can، yes she can، yes they can. به مثل همین. خب میگذاریم به تمرین. در تمرین یعنی write can or can't، یعنی can یا که can't رو نویسید، یعنی توانستن یا نتوانستن رو نویسید. مثلا رقم 1 he can play basketball، یعنی وی بسکتبال بازی کرده میتواند. he can't read، یعنی وی خوانده نمیتواند. در اینجا can't میآید. it can walk، وی رفته میتواند. وی راه رفته میتواند، یعنی شاید با باتری است، یعنی البته در اینجا معلوم است که یعنی جنبیده شده است، یعنی یک علامت گذاشته است. it can fly، وی رفته میتواند. خب اگر بازیچه باشد که نتواند رفته به باتری به اگونچی، مثلا میتوانیم بگیم که it can't walk، یعنی وی راه رفته نمیتواند. رقم 4 she can count یعنی شماریدن، حساب کردن می شود. وی حساب کرده می تواند. they can fly، آنها پرواز کرده می توانند. he can't swim، یعنی وی شنا کرده نمی تواند، آبازی کرده نمی تواند. they can sing، آنها سرود سراییده می توانند. she can ride a bike، وی دوچرخه سواری کرده می تواند، دوچرخه رانده می تواند. it can't jump، وی پریده نمی تواند. it یعنی برای حیوان استفاده می شود، یعنی وی پرواز کرده، وی پریده نمی تواند. خب تمرین 2 write the correct sentences. sentence یعنی جمله می شود، یعنی جمله های درست را نویسید. در اینجا جمله ها از روی گراماتیکا درست هستند اما از روی معنا نادرست هستند. اینها رو ما میگیریم و درست میکنیم. مثلا babies can fly، یعنی نوزادها، طفل های نوزاد پرواز کرده میتوانند. البته از روی گراماتیکی درست است جمله و از روی معنا نادرست است. پس درستش چی است؟ babies can't fly، کودک ها پرواز کرده نمیتوانند. ballerinas can't dance، رقاصه ها رقص کرده نمیتوانند. از روی گراماتیکا درست، از روی معنا نادرست. چه خیل رقاصه ها رقص کرده نمیتوانستند. ballerinas can dance، یعنی رقاصه ها رقص کرده میتوانند. fish can walk، یعنی ماهی راه رفته میتواند. نه، ماهی راه رفته نمیتواند. پس میگویم fish can't walk، ماهی راه رفته نمیتواند. monkeys can't jump، یعنی میمون ها پریده نمیتوانند. یا همون بوزینه، یعنی بوزینه همون میمون میشود. میمون ها پریده نمیتوانند. خیلی میمون ها پریده میتوانند. پس میگویم monkeys can jump، میمون ها پریده میتوانند. teachers can't read، یعنی میگوید معلم ها خوانده نمیتوانند. خیلی معلم اجازه خوانده نمیتوانست است. پس میگویم teachers can read، معلم ها خوانده میتوانند. teddy bears can run، یعنی خرسچه هایی که یعنی بیجان هستند، یعنی مثل لختک هستند، مثلا راه رفته میتوانند. نه، اونها راه رفته نمیتوانند. teddy bears can't run، یعنی اونها راه رفته نمیتوانند. frogs can't swim، یعنی قورباغه ها شنا کرده نمیتوانند. چرا قورباغه ها در آب شنا کرده نمیتوانند؟ البته میتوانند. frogs
can swim یعنی قورباغه ها شنا کرده میتوانند. خب این تمرین رو نیز میگیریم. Look, read and write یعنی نگاه کن، بخوان و بنویس. یکم Can you open the door؟ آیا میتوانی در را کشایی؟ در اینجا توتی با زوی سوال میکند. Can you open the door؟ آیا در را کشاده میتوانی؟ خب زوی میگه No, I can't میشود. در اینجا میگه Dave Can you open the door؟ Can you open the door؟ زوی میپرسد و توتی جواب میتید از تنی دیو میگه he can't open the door و در را کشاده نمیتواند. رسمی سه را نگاه میکنیم. can you open it boys؟ زوی میپرسد که بچه ها شما در را کشاده میتوانید؟ خب در جواب اینها وقتی که نمیتوانند میگن no we can't نه ما کشاده نمیتوانیم. رسمی آخران رسمی 4 میگوید توتی میگوید که can you open the door with this key؟ can you open the door with this key؟ میگوید آیا شما در را با کلید کشاده میتوانید؟ دیگر اونها تعجب میکنند که کلید در دستی کارکی بوده است و میگوید کارکی. خب تمرین دیگر تمرین رقم 4 میگوید read and write یعنی بخوان و بنویس. در اینجا نگاه کنیم کارکی یعنی fly علامت درست و dance مثلا علامت نادرست، یعنی ride a bike علامت نادرست، یعنی علامت نادرست یعنی نمیتواند، fly علامت درست یعنی میتواند. در اینجا سوال است can کارکی fly؟ آیا کارکی پرواز کرده میتواند؟ جواب yes he can بله میتواند. خب در اینجا can he ride a bike؟ آیا دوچرخه سواری کرده میتواند؟ no he can't برای که در اینجا نگاه کنیم علامتی نادرست است یعنی نمیتواند. can زوی sing؟ آیا زوی سرود خوانده میتواند؟ نگاه کنیم اینجا رو بله، پس می نویسیم yes she can بله میتواند. can she run fast؟ آیا وی تیز دویده میتواند؟ yes she can. can Brian and Dave dance؟ آیا براین قطعی دیف یعنی رقص کرده میتوانند؟ no they can't نه نمیتوانند. can they play basketball؟ آیا اونها بسکتبال بازی کرده میتوانند؟ yes they can. خب look at exercise 4 write میگوید مشق 4 رو نگاه کن و بنویس. write بنویس. کارکی can fly but he can't ride a bike یعنی کارکی پرواز کرده میتواند اما دوچرخه سواری کرده نمیتواند. زوی can sing and can run fast یعنی میگوید زوی هم سرود خوانده میتواند و هم تیز دویده میتواند. Brain and Dave can't dance یعنی رقص کرده نمیتوانند but they can play basketball اما اونها لیکن اونها بسکتبال بازی کرده میتوانند. خب اینش رو هم گیریم. چند دیگر مونده است؟ خب یک صفحه دیگه مونده است، همین رو میگیریم دوستان گرامی. Put the questions in the correct order. Write true answers. میگه کلمه های درست رو با ترتیب بگذار و جوابی درست رو نویس. مثلا در اینجا اردلش آمده است you can a car drive و این جمله سوالی است، همشون جمله سوالی هستند. can you drive a car؟ آیا ماشین رانده میتوانی؟ no I can't یعنی این رو هر کس موافقی خودش جواب میده که آیا اون عمل رو میتواند یا نمیتواند. can you ride a horse؟ آیا اسب سواری کرده میتوانی؟ yes I can. can you play basketball؟ آیا تو بسکتبال بازی کرده میتوانی؟ yes I can. can you play the guitar؟ آیا تو گیتار نواخته میتوانی؟ no I can't. can you run fast؟ آیا تو تیز دویده میتوانی؟ yes I can بله.
Can you swim؟ آیا تو شنا کردن میتوانی؟ آبازی کردن میتوانی؟ Yes I can. بله میتوانم. خب ask and answer یعنی سوال جواب کنید. Complete the chart about your partner. جدول رو پر کنید. Complete the chart جدول رو پر کنید about your partner درباره شریکتون رفیقتون. Can you ride a bike؟ اینجا نگاه کنیم اگر دوچرخه است و سوال است. Can you ride a bike؟ Yes I can. و در اینجا اسب است. Can you ride a horse؟ No I can't. Can you play بادبادک چی میشید؟ بادبادک kite. Can you play kite؟ Can you play the kite؟ آیا بادبادک بازی کرده میتوانی؟ Yes I can. Can you play football؟ آیا فوتبال بازی کرده میتوانی؟ Yes I can. Can you play basketball؟ Yes I can. Can you dance؟ آیا رقص کرده میتوانی؟ No I can. Can you swim؟ آیا شنا کرده میتوانی؟ Yes I can. Can you drive؟ آیا ماشین رانده میتوانی؟ No I can't. Or tell the class about your partner یعنی صنفت رو درباره رفیقت خبر ده. یعنی همین سنجشی که گذراندی درباره رفیقت همین رو برای همصنفانات خبر میدی. مثلا نام یک همصنف راز. Rose can ride a bike but she can't ride a horse. میگه صدبرگ دوچرخه سواری کرده میتواند اما وی اسب سواری کرده نمیتواند. Now swap roles یعنی اکنون تغییری نقش یعنی وقتی که یک کس نقش رو اجرا کرد با دیگر نفر میاد. خب در همین جا این باشد یک تست چه است یعنی یک امتحان چه. خب کسی کار کند خب کسی کار نکند اینقدر مهم نیست. خب از درس آینده درباره imperatives یعنی فعلهای امر یا اینکه صیغه امر خواهیم گذشت از صفحه 56 و در اینجا درس نوبتی امروزه به پایان رسید. این بود درس 19 از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم. تا درس های نوبتی خدا نگهدار.